سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در خیابان سام رشت. امروز چهارشنبه 23 آبان ماه و ساعت حدود 10 صبح. محله یا خیابان سام از محله های معروف و قدیمی رشته که از سمت چمارسرا یا داناعلی به سمت بیستون قابل دسترسیه. البته راه‌های زیاد دیگه‌ای برای رسیدن به این محل و خیابون هست که اصلی ترینش همینه. این خیابان نام جدیدتر سردار جنگل هم داره و به فروشگاه‌های میوه و تره‌بار و خوراکی معروفه. روستایی‌ها با بساط‌هایی از محصولات محلی زیبایی و منظره خاصی به این قسمت از شهر داده که میشه برای خرید به این محل سر زد. پارسال هم ولاگی از این بازار زیبا در هوای آفتابی در کانال قرار دادیم که لینک اون رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. امروز تصمیم گرفتیم که در باران زیبای پاییزی با همدیگه گردش در بازار دهانه سام رو تجربه کنیم. راستی اگر به گیلان گردی و دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به پلیلیست شهر رشت کانال ما که در اون ولاگ زیادی از جاهای دیدنی و مشهور رشت قرار داده هم سری بزنید. آموزش غذاهای گیلانی در محیط روستایی رو برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانالمون هم در قسمت توضیحات قرار دادیم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
دانی
در دوره هم وزید را Sättning i fjord. Där är det ingen annan som tänker på det. Det är inte bara det. Hamaरे मोटर में